یدک‌کش بودن کار ساده‌ای نیست. یکی از بهترین کارهای یدک‌کش‌ها فرستادن و گرفتن علامت‌های دریایی. اون طرفا همه چی مرتبه خورشید خانم؟ فعلا که همه چی مرتبه. ببین چی میگم خورشید خانم، یدک‌کش خوب اونیه که علامت‌ها رو درست بفرسته. باید علامت‌هایی که تو میفرستی کاملا مشخص باشه وگرنه اتفاق بدی میفته. آره درسته، تو حق داری تونی. سعی میکنم اشتباه نکنم. اینو میگن حرف حسابی. خیلی خب حرکت کن، مسیرت برای حرکت بازه. فرستادن علامت در شب اهمیت بیشتری داره. لیلی چراغ دریایی که از دوستان خوب تونی و خورشید خانومه در فرستادن علامت شهرت زیادی داره. چراغ دریایی در شب کمک بزرگی برای راهنمایی کشتی هاست. درست مثل شب مهالودی که لیلی صدای نفتکش بزرگی رو شنید. کشتی با سرعت درست به طرفش در حرکت بود. لیلی سعی کرد با سوت به کشتی اعلام خطر کنه، ولی نفتکش اونقدر سرعتش زیاد بود که قادر به شنیدن نبود. خدای من، حالا مجبورم قدرت نور چراغ دریاییمو تا اونجا که ممکنه زیاد کنم. و همین کارم کرد. و نفتکش که راهو گم کرده بود از میان مه غلیظ نور چراغ دریایی رو دید و همین فرستادن علامت باعث شد هر دو کشتی نجات پیدا کنن. چیزی نمونده بود تصادف پیش بیاد. ناوگان کاپیتان زورن تا حالا نشده علامت مشخصی بفرسته. از همه بالاتر زورن تا حالا نشده به حرف کسی توجه کنه. امروز قرار بود زاگ یکی و تنها یکی از نفتکش‌های خارج از رده رو به قبرستان کشتی‌ها ببره که ناگهان زورن رو کنار لنگرگاه دید. مطمئنم الان زورن میگه که به کمک احتیاج داری، در حالی که خودم تنهایی میتونم کارو به خوبی انجام بدم. زاگ، نکنه تو میخوای تک و تنها با اون قد و قواره کوچولو یه همچین نفتکشی رو هدایت کنی؟ این دیگه از اون حرفاست. اگه راستشو بخواین همینطوره که میگین. یدک‌کش بیمزه، برای هدایت یه نفتکش به اون بزرگی احتیاج به قایق قوی هیکلی مثل من داری. مواظب باش که اومدم. میدونستم زورن عادت داره در هر کاری دخالت کنه. خدای من حالا چیکار کنم؟ خیلی داره تو میره. خواهش میکنم یه ذره آهسته تر. یه خورده عجله کن، نباید وقتو تلف کرد. ولی خیلی داریم تو میریم. میترسم حادثه‌ای پیش بیاد. نفهمیدم، مثل اینکه توقف کرده. اون جلو چه خبره؟ خواهش میکنم یواشتر. چرا اینطور شد؟ مواظب باش. خطر. حالا ببین چی کار کردی؟ بهت که گفته بودم برای کشیدنش خیلی کوچولو هستی. بی سر صدا داشتم هدایتش میکردم تا اینکه شما بهتر حرفشم نزنم. زاک خیلی عصبانی بود. اون و زورن علامتی به همدیگه ندادن. در نتیجه یه نفتکش آبروها رو سد کرد. زورن هم یواشکی برگشت تا کسی تقصیر این کارو به گردنش نندازه. ناگهان زاک دید تاپی و تونی دارن به طرفش میان. آهای زاک، پسرم چی کار کردی که راهمون سد شده؟ راستش این زورن بود که با سرعت هلم داد. نفتکش بین صخره‌ها گیر کرده. اینطوری آبراهه بند اومده. بله، مشکل میشه اینطوری کاری کرد. کاملا درسته. مجبوریم برای کنار زدنش بقیه رو خبر کنیم. من سایرین رو خبر میکنم. تاپی شما پیش زاک بمونین تا من برگردم. باشه خورشید خانم، به سلامت. خورشید خانم در حال رفتن بود که با دوستش ویلی روبرو شد. سلام خورشید خانم، با این سرعت کجا داری میری؟ تو دردسر افتادیم. زاگ و زورن وقتی داشتن یه نفتکش رو هدایت میکردن راهو بند آوردن. این که نشد مشکل. حاضرم قول بدم ظرف چند دقیقه نفتکش از مسیر کنار بزنیم تا راه باز بشه. آره، ولی بهتره به همه اطلاع بدیم، چون وقتی قرار شد نفتکش رو کنار بزنیم کسی نباید اون طرفا باشه. کاملا درسته، چون عین موشک از وسطش عبور میکنی. آره، خیلی وحشتناکه. زود باش بقیه رو خبر کن، چون سرگرمی جالبیه. باید کاری کنیم که وقتی از وسط نفتکش عبور میکنیم قایقی اون طرفا نباشه. بعدم میبینم دوست عزیز. خورشید خانم جریانو به ناوگان ستاره اطلاع داد. تونی هم در بندر موند تا مانع رفتن قایق‌ها به اون طرف نفتکش بشه. زورن بهتره از اون طرفی نری. چرا نرم؟ زاگ کوچولو با اون نفتکش راهو بسته. میخوام ببینم چه فکری براش کرده. تو رو خدا فکرشو بکنین. یه قایق کوچولو داره به من میگه راهو اشتباهی میرم. واقعا که